به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. سلام دوستان عزیز، من میخوام برای شما یک چند مصلحت بدیم. حالا که هممون در دهه آخر ماه شریف رمضان قرار داریم، هر یک شخصی که هر شب یک سومون خیر کند و اگر هم یک سومون خیر کردگیش باز در شب قدر راست آید، مثل که 84 سال پای هم صدقه کرده است. و هر یک شخصی که هر شب 2 رکعت نماز بخواند و اگر همین 2 رکعت نماز خواندگیش باز در شب قدر راست آید، مثل که 84 سال شب زنده‌داری کرده است. و هر یک شخصی که هر شب 3 مرتبه سوره اخلاص را بخواند و اگر همین 3 مرتبه سوره اخلاص خواندگیش اگر باز در شب قدر راست آید، مثل که 84 سال قرآن را ختم کرده است. برادران عزیز، در کانال من ابونه شوید